سلام، من سپیدم. توی این ویدیو میخوایم با هم در مورد لهجه داشتن صحبت بکنیم. اینکه آیا واقعا لهجه داشتن بده یا اینطور نیست؟ اول از همه اینکه لهجه داشتن یک امر کاملا طبیعیه و نشون دهنده اصالت و هویت فرده و نشون میده که اون فرد به غیر از زبان مادریش در حال یادگیری یک زبان دیگه هم هست. در واقع این خیلی عادیه که توی کل دنیا وقتی که مردم به زبان دوم صحبت میکنن لهجه داشته باشن. ممکنه که این سوال پیش بیاد، پس چرا خیلی از آدما از داشتن لهجه فرارین و اصلا دوست ندارن که لهجه داشته باشن؟ این به عوامل زیادی بستگی داره. یکی از اون عوامل میتونه این باشه که تو خیلی از کشورها، مناطق و محیط‌ها کسایی که لهجه دارن تحقیر میشن، تبعیض قائل میشن براشون، یا اینکه ممکنه قضاوتشون بکنن از این نظر که اونها دانش زبانی کافی ندارن. همچنین بعضیا فکر میکنن که این که لهجه نداشته باشن و بیشتر شبیه به بومی‌ها باشن با کلاس‌تره و اینطوری اعتماد به نفسشون بالاتر میره. یه مورد دیگه که وجود داره یه امر کاملا منطقیه، کسایی که به خاطر موقعیت‌های شغلی ترجیح میدن که لهجه نداشته باشن. شغل‌هایی مثل تدریس، کار در هواپیما، سخنرانی‌های رسمی و غیره. اما نکته‌ای که وجود داره اینه که داشتن لهجه اصلاً بد نیست. در واقع این اشتباهه که ما از نظر واژگانی و دستوری کلمات رو اشتباه تلفظ بکنیم یا جملات نادرست به کار ببریم. داشتن لهجه زمانی میتونه به ما لطمه بزنه که ما نتونیم منظور خودمون رو به درستی به طرف مقابلمون برسونیم یا نامفهوم باشه حرفمون، که در این صورت لازمه که واضح‌تر و شفاف‌تر صحبت بکنیم تا این اتفاق رخ نده. حالا واکنش صحیح در مواجهه با داشتن لهجه چه مواردی هست؟ مورد اولی که اگر در مورد خودمون بود، سعی کنیم خودمون رو بپذیریم و قبول کنیم که لهجه داشتن بخشی از شخصیت زبانی ما هستش. و اگر در مورد شخص مقابلمون بود، سعی کنیم که درکش کنیم و بدونیم این یک امر کاملا طبیعیه. و مورد بعدی اینه که سعی کنیم تنوع زبانی رو توی محیط پیرامون خودمون آموزش بدیم و بعد از همه اینها میتونیم که لهجه خودمون رو تلاش کنیم ارتقا بدیم و بهبود ببخشیم. چطوری لهجه بهتری داشته باشیم؟ گاهی اوقات یه سری حروفی توی زبان مقصدی که ما در حال یادگیری اون هستیم وجود داره که توی زبان مادری خودمون اون حروف وجود ندارن. حروف بی صدایی مثل ف، و یا یه سری حروف صدادار مثل او و ممکنه ما هنگام تلفظ این جور حروف توی کلمات و جملات با چالش‌های مواجه بشیم. به خاطر همین لازمه که تمرکز و توجه و تلاش زیادی روی اینها بذاریم که وقتی که می‌خوایم تلفظ بکنیم یا صحبت بکنیم کاملا تسلط داشته باشیم. مورد بعدی اینه که وقتی که یک کلمه جدیدی یاد میگیرید، جدای از این که معنی یا توی جملات مختلف میبینیدش، سعی کنید چند بار به تلفظ صحیح کلمه گوش بدید و تکنیک شادوینگ که فکر میکنم خیلیامون در موردش شنیدیم و میدونیم. بهتره که یک سریال محبوب، فیلم محبوب، یک کاراکتر و بازیگری که خیلی دوستش دارید رو انتخاب بکنید که حس خیلی خوبی هم موقعی که دارید این تکنیک رو انجام میدید داشته باشید و سعی کنید اون دیالوگ ها رو کاملا مثل خودشون بدون اینکه ترس و واهمه داشته باشید. اگر لحن پرسشی داره با لحن پرسشی، اگر توبیخی بیان بکنید که به مرور زمان تاثیرش رو هم میتونید ببینید. همچنین میتونید صدای خودتون رو ضبط بکنید و بهش با دقت گوش بدید و با لهجه درستش مقایسه بکنید و تلاش کنید دوباره صدای خودتون رو ضبط بکنید و همون جملات رو بگید، منتها با یه لهجه خیلی بهتر. و در آخر اینکه اگر لهجه دارید اصلا خودتون رو سرزنش نکنید و بدونید یاد گرفتن یک زبان جدید خیلی ارزشمند هست و وقتی که شما با اعتماد به نفس و شجاعت صحبت بکنید میتونید الهام بخش کسایی باشید که دارن به شما گوش میدن.